ای که شرافت دو عالم ز توست، لطافت بهار و شبنم ز توست. علی جانم طفیل هستی تو هستی بود، عشق به تو خدا پرستی بود. علی جانم آینه حسین سیمای تو، جان به فدای تو بابای تو. جان حسین و هستی ربابی، تو شمع بزم آل بوترابی. کیه این بچه؟ تو آبروی مکه و منایی، تو روح بخش مروه و صفایی. عشق ز تو عاشقی آموخته، چشم ادب بر ادبت دوخته. علی اصغرم چشم فلک با همه پهناوری، ندیده چون تو یار دریاوری. علی جان ستون خیمه وفا نام تو. چقدر این چند بند قشنگه. ستون خیمه وفا نام تو، عمر تو ناکام تر از کام تو. ای گل نش گفته باغ ولا، غنچه پر پر شده کربلا. آقا فهم منو درک مقامت کجا، درک منو فهم قیامت کجا. علی اصغر عزیز دل رباب، تو خود بگو منزلت خویشتن، وصف کمال تو کجا نطق من. بگو که هستی ای گل باغ عشق، گلی تو یا که بلبل باغ عشق. حالا داره خودشو معرفی میکنه. ببین امشب سر سفره چه بزرگی نشستیم، کوچیکه اما خیلی کارای بزرگ میاد ازش. امام صادقم فرمود هر وقت گره کور به کارتون خورد، هر وقت گرفتارید، هر وقت شرمنده شدید، هر وقت مصیبتی بر شما نائل شد، ما را به خون مظلوم قسم بدید. عرضه داشتن ابن رسول الله، خونای بیگناه و مظلوم زیادی از شما ریختن. منظور شما کدوم خونه؟ فرمود همون خونه مطهری که جد غریب امروز عاشورا به مشت گرفت، پاشید به آسمان، یه قطرش به زمین نیامد، بمیره مادر براش. امیدوارم امشب مادری که طفل از دست داده بین ما نباشه. حالا کیه این بچه؟ منم که بوسه زد فلک به مهدم،
معنی وعده و وفا به عهدم. الله اکبر. منم که خورشید بود بندم، ماه بود بنده شرمندم. منم که آفاق بود به دستم. الله اکبر. شرق شده هماره پای بستم، پور حسین ابن علی اصغرم، به عاشقی از همه عاشق ترم. حالا میخوایم گنداقه علی رو چنگ بزنیم به ریسمانش. حاجی 6 ماهه اهل بیتم، لنگ ندارد به خدا کمیتم. هر کی به من متوسل بشه یقین کنه دست خالی نمیره. حاجی 6 ماهه اهل بیتم، لنگ ندارد به خدا کمیتم. خنده میان گریه کار من است، سینه شب فقط قرار من است. یه رفیقی دارم رئیس هیئت تعزیه خونای خمینی شهر اصفهان. یه داستانی برام گفت، شاید بگم قلبهاتون شکست و اشکها جاری شد و 2-3 خط روزه بخونم. میخواستیم تعزیه بگیریم، تعزیه آتش. میگه 40-50 نفر عضو این گروه تعزیه خونان به هر کدوم پیشنهاد کردیم شما نقش هرمله رو تو تعزیه اجرا کن. دیدیم همه رو گرفتن، اخم کردن، رو برگردوندن. بعضیا گفتن دیگه اصلا تعزیه نمیخونیم و نمیایم. فهمیدی چی شد؟ میگه گفتیم آخه تعزیه بدون نقش هرمله کامل نمیشه، چه کنیم؟ یکی از دوستان پیشنهاد کرد، گفت من تو اصفهان یه غیر مسلمون میشناسم، نمیدونم دینش چیه، بهاییه، ارمنیه، نصرانیه، نمیدونم، اما یقین دارم مسلمان نیست، خوش صدام هست، من میارمش جای هرمله بازی کنم. بیرفت یارو را برد، یه متنی نوشته دادیم و یه چیزایی که باید انجام بده، یه چیزایی که باید بخونه، تیری باید بندازه. میگه متنو گرفت، قبل از این که بخونه گفت اجازه بدید من ببرم این متن نمایش رو خونه تمرین کنم بیام. میگه رفت، دیگه پیداش نشد. روز تعزیه نیامد، روز سوم امام هم قرار بود بیاد نیامد. چند روز بعد عاشورا دیدمش تو خیابون، منو دید، گفت دیدم داره ناسزا میگه. گفتم چرا نیومدی؟ گفت من رفتم خونه این متن رو مرور کنم، برا زن و بچم خوندم. گفتن چیه؟ چرا گریه میکنی؟ گفتن این از کجا آوردی؟ گفتم رفتم یه عده میخوان یه نمایشی اجرا کنن، به منم یه نقش دادن. میگه دیدم زنم داره داد میزنه مبادا بری، مگه میشه؟ مگه دل داری بتونی به طرف بچه 6 ماه تیر بزنی؟ گفتم خانم نمایشه. گفت نمایشم نمیخوام. نمیدونم این مختارنامه رو دیدید یا نه؟ این هنر پیشه ای که نقش هرمله بازی کرد
چند روز پیش تو رسانه این ابر بهار گریه میکرد، میگفت نمیدونید از روزی که این سریال رو اجرا کردم اصلا زندگی متحول شد، خوراکمون شده گریه، تفریحمون شده گریه، کاشی نقش و بازی نمی کردم. حالا نمیدونم آماده شدی یا نه یا صاحب است، ای کاش تیر زده بودم. خیلی سخته روزه این بچه خوندن، ای کاش تیر زده بودن. آخه تیر فقط سوراخ میکنه، آن تیر آروم نشینید دیگه، امشب زن و مرد همه باید برای بچه ناله بزنید. آن تیر چه با حنجر او کرد مپرسید، از بهر جدا کردن شمشیر نمیخواست. لای لای علی، علی اصغرم مادر بابا یا زهرا، آخر مرا شرمنده کردی ای علی جان، ای علی جان. من دیگه با شما کار ندارم، چه جور میخواید گریه کنید. بسم الله. این متن خوندم و یا علی. آخر مرا شرمنده کردی ای علی جان، ای علی جان پدر شهید. آخ آبی نخوردی و برویم خنده کردی ای علی جان. افزون کنیم اندوه دردم پیش دشمن، پیش دشمن. تو رو خدای صحنه رو ببین، خندیدی و من گریه کردم پیش دشمن، پیش دشمن. آخ وای از منو از حنجر تو ای علی جان، گوچه سازم من با نگاه مادر تو، مادر تو. آخ بمیرم. این بچه رو بغل کرد، خدایا چه کنم. چند قدم به ثبت خیمه میرفت برمیگشت، چه کار کرد؟ پنهان کنم زیر عبایت تا به خیمه، تا به خیمه. پنهان کرد اما همه فهمیدن. یکی ناله زد بچه ها دست بابا خونی شده، گمونم هرمله، گمونم 6 ماه قربونی شده، عبارو طوری رو اصغر کشیده، گمونم خیلی خجالت کشیده. ای هرمله آتش بگیریم، انسان مرا کردی دوچاره، سر به زیری هرچی باد و باد. نمیدونم حقش ادا میشه یا نه. این گل کجا تیر 3 شعبه، بی مروت، بی مروت. بلبل کجا تیر 3 شعبه، بی مروت. این سهم مادر است. آخ مادر اومد، چرا عزیز من صدای تو گرفته ای علی جان. بمیره مادر چون عزای تو گرفته ای علی جان. های های آب بخواب که وقت خواب حالا، اصغر من مادر برات میخونه لالا، لای لای علی، سعید جان یا علی. مادر برات میخونه لالا ای علی جان، ای علی جان. بخواب که وقت خواب حالا،
اصغر من مادر برات میخونه لالا. رباب و دل هره، آره رباب دلش پره، نفس نفس فقط غم علیشو میخوره، نفس نفس فقط غم علیشو میخوره. چی میگه؟ منم یه مادرم، پسرمو دوستش دارم، منم یه مادرم، پسرمو دوستش دارم. دیشب تو خواب یاده شب دومادیش افتادم، دیشب تو خواب یاده شب دومادیش افتادم. لالا 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 پسر خوشگلم بخواب، لالا 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 پسر خوشگلم بخواب، لالا 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 پسر خوشگلم بخواب. آخ رباب است و خروش و خسته حالی، به دامنش گو جای طفل خالی، اگر گهواره را پس داده بودن دلش خوش بود با طفل خیالی. ای گل چه زود دست خزان کرد پرپراید، با رفتن تو رفت خنده ز لبهای خواهرت. هر کس که ای وای هر کس که دید رأس تو را روی نیزه های آهی کشید و گفت که ای بیچاره مادرت. حسین دستاتو بیار بالا صدات برسه کربلا، با رباب دل سوخته بگو حسین. گلویت رازم پاشیده بودن، هنوز همه گریه نکردن نوحه بخونید. گلویت رازم پاشیده بودن، آخ مادر بساط آبرایم برچیده بودن. بمیرم دل سنگ به خدا میشه. تمام تارای صوتی تو زبی آبی به هم چسبیده بودن. نمیدونم کیا تو گرمای تابستون روزه میگیرن، تارای صوتی به هم میچسبه ازش. آخ عزیز من یک تیر 3 شعبه یا علی مدد انشالله حقش ادا کنی، یک تیر 3 شعبه با خودش شرع آورد. سقای حسین راز پای در آورد. شب تاسوعای امام حسین
اسم عباسم بیارم. یک تیر سه شعبه با خودش شر آورد، سقای حسین راز پای در آورد. مردم در حیرتم، آن تیر که سقا را کش. مادرها حالا چه بلایی سر اصغر آورد. همه صدا بزنیم یا حسین. طفل دلبند ربابی، تشنه یک قطره آبی، بر تو لالایی بخوانم تا در آغوشم بخوابی، تا در آغوشم بخوابی. بزن بزن بیاری. طفل دلبند ربابی، تشنه یک قطره آبی، بر تو لالایی بخوانم تا در آغوشم بخوابی، بر تو لالایی تا در آغوشم بخوابی. آخرین یارم مهر تو مارم، از همه لشگر من تو را دارم. ای علی جانم، ای علی جانم، دست من رو نگاه کن. ای علی جانم، 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 ای علی. طفل دلبند ربابی، تشنه یک قطره آبی، بر تو لالایی بخوانم تا در آغوشم بخوابی. آخرین یارم مهر تو مارم، از همه لشگر من تو را دارم. ای علی جانم، ای علی جانم، ای علی جانم، ای علی جانم. نداری یک شب چرا؟ بال و پر زد روی دستم، آخرین سرباز لشکر. محکم این همگمون جانم. بال و پر زد روی دستم، آخرین سرباز لشکر. مادرها میتونن عشق بریزن. کودک ناخورد شیرم، دستم گشت پرپر، تشنه میخندد بر دل بابام، میرود سوی محسن زهرا. ای علی جان، این دستا بیاد بالا. روی یک دستم سر تو، دست دیگر پیکر تو. یعنی سر جدا شد تو دست. روی یک دستم سر تو، دست دیگر پیکر تو.
میزند بر سینه و سر بین خیمه مادر تو علی اصغر مادر با تلذیت جان من بردیم تیر کینه از هر مل خوردیم ای علی جانم 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 جانم تازه نیرو گرفتی یه بار دیگه ای علی جانم مادرها ساکت نشد تا فراز آسمان ها خون حلقومت رسیده با نوحه میتونی عشق بریزی ها دیده هایت نیمه بازو الله اکبر حنجرت گشته دریده تا کنار تو یا علی اصغر آمده محسن همراه مادر ای علی جانم 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 بلبل خاموش بابا حرف آخرم حرف امام حسین بلبل خاموش بابا یه لحظه اجازه بده دلم نمیاد نگم سینه نزن یه دقیقه یا علی رئیس بیمارستان کودکان مفید تهران میگفت صبحی داشتم وارد بیمارستان میشدم دیدم یه آقایی جلو بیمارستان زانو بغل کرد یه حال عجیبی داره گفتم خب طبیعیه بیمارستان بچه‌ش آورده میگه رفتم بیمارستان 2 ساعت بعد تو وزارت خونه جلسه داشتم باز میرفتم بیرون دیدم جاشو عوض کرد اما هنوزم زانو بغل کرد این دفعه بیشتر نگران ترم الله اکبر میگه رفتم نزدیک ظهر برگشتم بازم دیدم اونجا نشسته به نگهبان گفتم این آقا رو راهنمایی کنید تو دفتر من چه مشکلی داره میگه اومد تو اتاقم دیدم کس کرده مثل من نگاه کن منو دستش در آغوششه همینجور ابر بهار داره اشک میریزه گفتم آقا چی شده چه مشکلی داری گفت وای دکتر به دادم برس گفتم چی شده گفت خانومم مسافرت رفت این بچه صبح حالش به هم خورد بچه 2 ساله آوردمش بیمارستان پزشکا گفتن کار از کار گذشت این بچه جان داده حالا من موندم چجوری این بچه رو ببرم به مادرش بدم منو نگاه میکنید امام حسین هم این بچه رو بغل کرد چند قدم به سمت خیمه میره چند قدم برمیگرده همه دور حسین رو گرفتن هرمله داره به حسین میخنده الله اکبر بچه رو وقتی شیر میدن مادر اگه درسته شما ناله بزنید 6 ماهگی زمان بلوغ تبسم است لبخند طفل پاسخ خوبی مادر است اما نمیدونم این بچه چرا تیر خورد لبخند میزد گفت بابا کمتر از لبخند خود شرمنده
زندم کن علی اصغرم دیده با های 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 میخوان قنداقه بیارن دیده با کن با نگاهی زندم کن. من جسارت به شما نمی کنم اگه علم میارید شب هفتم خیلی خوبه، اگه امشب میخوان قنداقه بیارن باریکالله، اما مبادا تصنعی باشه، مبادا مصنوعی باشه. وقتی امام صادق فرمود اگه کسی قنداقه داره بیاره، یه قنداقه آوردن، دیدن آقا امامه از سر برداشت داره فریاد میزنه. شما باید اینجوری روزه بخونید آخ بلبل خاموش بابا مقتلد آغوش بابا، هم نشان قربت من هم مدال دوش بابا، میکنم دفنت تا نهان باشی از سم اسبان در امان باشی. وقتی شروع کرد یه قبر کوچگی رو کندن، یه وقت یه صدایی اومد مهلا مهلا حسین صبر کن من مادرم یه بار دیگه علیمو ببینم، همه صدا بزنیم یا حسین